اگر اسمی با حرف صدادار واول شروع بشه که حروف صدادار شامل A, E, I, O, U هستند. اگر از این حروف صدادار در ابتدای یک اسم وجود داشت برای اون از N استفاده میکنیم و اگر بی صدا یا کانسوننت باشه از A استفاده میکنیم. جمع‌بندی: مهمترین نکته‌ای که توی یادگیری حرف تعریف در زبان انگلیسی هست این هستش که وقتی به شخص، شی یا مکانی برای اولین بار اشاره می‌کنید معمولاً باید از حرف تعریف A یا N استفاده کنیم که اصطلاحاً بهش میگن indefinite articles. اما اگر برای بار دوم به همون چیز اشاره کنیم باید حرف تعریف معین یا definite article که شامل the هستش به کار ببریم.